بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام خانم ها، آقایان محترم، هم نفسای دوست داشتنی یاد خدا، عاشقان ابا عبدالله الحسین علیه السلام، اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین. الهی که خوب باشین، سلامت و تندرست باشین و خدا کنه که حالا که وقت گذاشتین برای برنامه یاد خدا، این برنامه به دلتون بنشینه و به کارتون بیاد. الهی آمین. با افتخار امروز هم محضر استاد عزیزم استاد قاسم تبریزی هستیم که قدم چشم حقیر گذاشتن. آقا سلام، قبول باشه از داری. بنده عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و بینندگان داریم و این ایام هم که ایام از قیام حسینی، نهضت حسینی، محرم حسینی هست، انشالله ما هم در همون کاروان قرار بگیریم. زنده باشید، محبت دارید، انشالله به دعای خیر شما. خیلی ممنونم که قبول زحمت کردید، مجدد ما رو مستفیض کردیم. خب عرضم موضوع شما که طبق روال برنامه اگر استاد اجازه بدن بریم یک خلاصه ای از آنچه که هفته قبل تقدیمتون شد با هم دیگه ببینیم، بیشتر در جریان گفتگو قرار بگیریم، بعد در خدمت شما خواهیم. بفرمایید. بله، همونطور که ملاحظه فرمودید ما در ادامه بحث تاریخی تحلیلیمون رسیدیم به عصر در واقع خلافت یزید ابن معاویه و وقایعی که رخ داد، احوالات مردم کوفه، نامه‌هایی که نوشتن و بر اساس تطمیع و تهدید ابن زیاد و شرایطی که پیش آمد و دلایلی که استاد هفته گذشته ذکر کردن، امام حسین رو دعوت کردن اما یاری نکردن. رسیدیم به شروع قیام امام حسین علیه السلام که حالا از این به بعد توضیحاتش رو استاد تبریزی میفرمایید، استفاده میکنیم. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در اینجا ما به عنوان یه مقدمی باید بگیم که این امام حسین کیه؟ جایگاهش کجاست؟ اوضاع جامعه چگونه بوده؟ چرا قیام کرد؟ راه دیگه نبود؟ به قول امروزی ها رفرمی، سازشی، چیزی مثلا بود یا نبود؟ خب در حقیقت باز ما به مسئله امامت و اصل اسمت اشاره میکنیم که جایگاه امام معصومه و تکلیف الهی رو انجام میده امام همیشه و او وارث، حالا در زیارت وارث هم از حضرت آدم همه انبیا تا عرض کنم پیامبر و حضرت امیر و امام حسن، و او امام مسلمینه، امام حقیقی مسلمینه، هادی مسلمینه، حافظ دینه و در برابر آنچه ضد دینه باید موضع گیری کنه. یه مرتبه با امر معروف، یعنی با حرکت نشر معارف الهی مثل زمان امام باقر، امام صادق، این موقعیت قیامه. حاکمیت فرد فاسق فاجر فاسدی مثل یزید به عنوان خلیفه مسلمین و جانشین پیامبر، امر بر جامعه مشتبه، فاصله 60 سال عرض کنم از اسلام گذشته، 40 سال از زمان رحلت رسول خدا گذشته، 10 سال از شهادت عرض می شود که حضرت علی گذشته، شهادت امام حسن رو داره. اما امام وقتی که به اصطلاح دستور میاد به حاکم مدینه که باید بیعت کنین، فرصت رو به وقت دیگر میگذاره و حرکت میکنه به طرف مکه. امام نه تنها اون زمان میشناسه، آینده رو میشناسه. همونطور که فرمود خدا خواسته. بعضیا نصیحتش میکنن که حالا نرو، برو یه جای دیگه، یمن جای مناسبیه، مثلا بین اونجا شیعیان، یه جا پناه بیار بالاخره. امام میگه نه،
مسئولیت من اینه. هر کس هر چی میگن پس زن و بچه تو حداقل نبر، خودت میخوای بری حالا بجنگی. نه، میگه اینها باید باشن، خدا اینو خواسته. به هر صورت حرکت ما در هر منزلی یه خطبه‌ای میخونه، بستگی به اون افرادی که وارد میشن. در خود مکه روز حالا یک روز شاید قبل از روز عرفه است یا روز عرفه، در تحف العقول متن اومده یه خطبه قرای امام میخونه، دانشمندان علما همه جمعن، میگه مسئولیت شما چیه؟ مواظب باشید مثل علمای یهود و نصارا نباشین که حقایق وارونه شد اینها سکوت کردن، به دنبال موقعیت خودشون بودن. امروز حقایق وارونه شده، حقیقت بر مردم ناشناخته است، مسئولیت علما رو در اونجا مطرح میکنه. خب طرحی برای ترور امام در مکه هست، حریم و حرمت عرض کنم مکه رو میخوام بگم. امام به همین دلیل از مکه قبل از مراسم حج خارج میشه، در مسیر راه هم همینطور میاد صحبت میکنه. اما منطق اصلی به خطاب به مردم میگه مگه نمیبینین به حق عمل نمیشه؟ مگه نمیبینین دست از باطل بر نمیدارن؟ مگه نمیبینین که بدعت ها در جامعه جاری شده؟ ببینین هر کدوم اینا نیاز به یه تفسیر داره. بدعت ها جاری شده، مگه متوجه نیستین سنت ها تعطیل شده؟ چرا ساکتین؟ من برای اصلاح امت جدم دارم میرم. اینجا این اصلاح رو اگر اجازه بفرمایید یه توضیح بدم. در اسلام اصلاح داریم، اصلاحات داریم، اما اصلاحات در چی؟ در اصول، در مبانی، یا در بدعت‌های جامعه؟ برخی در اثر عدم درک و فهم این اصلاحات رو فکر میکنن در دینه. دین که مبانی الهی وحی خداوند ثابته. دین مشکل پیدا نکرده، دین همون دینه. جامعه متدینین است که مشکل پیدا کرده، بدعت جای سنت رو گرفته، به حق عمل نمیشه، از باطل دست بر نمیدارن. میگه امام میفرماد من برای اصلاح امت جدم قیام کردم. یعنی این امتی که باید در مسیر خدا باشن، حاکمیت قوانین الهی باشن، حدود الهی رعایت بشه، برادری، مساوات، همه اینها در جامعه باشه، عدالت در جامعه باشه. من برای این قیام کردم. لذا حرکت میکنه در هر جایی هم که میرسه، فقط رو همین مسئله. مگه نمی‌بینین یزید فاسق شرابخوار بر جامعه مسلطه؟ چرا قیام نمیکنین؟ چرا حرکت نمیکنین؟ در نامه ها هم که میفرستن امام جواب میده همینه. کسانی هم که نصیحت میکنن، امام مسئله مسئولیت رو مطرح میکنه. برخی از روی نادانی به عنوان محقق اومدن علم امام رو انکار کردن. امام از مدینه حرکت کرده، میدونه برای چی قیام کرده، به کجا میره و برای چی میره و سرنوشتش به کجا میرسه. یکی خود امام اصل اثباتی که علم داره، یکی اصلا بیان کرده اینو، من میرم کشته بشم، خداوند زن بچه رو من اسیر پیغمبر رو در خواب دیدم، پیامبر اینطور فرمود. به هر صورت امام حرکت میکنه با آگاهی و شناخت و رسالتی که به دوش داره، به عنوان پیشوای مسلمین و امام مسلمین که باید حق رو به جایگاه خودش برگردونه. پس امام با نهایت آگاهی و اطلاع از آنچه که قرار هستش برای خودش و خانوادش اتفاق بیفته قدم در و این تکلیف الهیه. برخی حرکت رو برای پیروزی فقط میخوان، اونم زود گذر. برخی برای منافع میخوان، ریاست میخوان.
اون چه در اسلام داریم تکلیفه، یا برخی برای اصلا به شهادت رسیدن حتی میخوان. بله ببینید این هم تشخیص نیست. تکلیفه، قرار نیته. تکلیفه. اینجا برمیگرده به نیت. اگر اون که به طرف شهادت میره نظرش لقاء الله باشه که این شوقه، این اوج عرفان اسلامیه. بله بله بله. اگر خدایی نخواسته، من میگم حالا یه عده دارن میرن، بند خدا منم برم که آبرومون نره، این آقا دیگه غیر خدایی میشه ها. که عمدتاً در این وصیت‌نامه شهدای ما همه روی ولی مسلمین، امام مسلمین، عرض کنم که برای حق ما قیام کردیم میگن. در مسیر راه یک جای امام میفرماد انا لله و انا الیه راجعون. حضرت علی اکبر سوال میکنه پدر چی شد؟ گفت شنیدم منادی هاتفی گفت این کاروان به طرف شهادت میره. بعد ببین اینجا اون شناخت اینجا نشد، میگه آیا ما بر حقیم؟ امام میفرماد داره، میگه پس باکی از شهادت نیست. ببینین این بر حق بودن، کسی که همچون پیغمبر، ظاهرش، باطنش، اخلاقش، حسنش، عرض کنم یکی از چهره‌های برجسته بنی هاشمی که در مدینه اصلا همه او رو نگاه میکردن، یاد پیغمبری افتادن. حتی به میدان جنگ میره، این خیلی مهمه، برخی میگن پیغمبر اومده، میگن پیغمبر. خب این پس کاروان میدونه به کجا داره میره، تک تکشون هم میدونه. حضرت قاسم سوال میکنه آیا ما شهید میشیم؟ امام میفرماد همه کسی، حتی اون کوتگی که در قنداقه هست. بعد امام سوال میکنه شهادت در نظر تو چیه؟ میفرماد عسل شیرین تره. یعنی این کاروان از قاسم که یک کودک کم سن سالی هست، فرزند امام حسن علیه السلام، تا عرض کنم حضرت علی اکبر، تا حضرت عباس، یاران هم همینطوره. شب عاشورا وقتی که امام میفرماد که من بیعتمو از شما گرفتم برین، اینا منو میخوان بکشن، با شما کاری ندارن. برخی حرکت ادعی میرن، اتفاقا در عاشورا ما روز عاشورا هم اینو داریم، ادعی میرن. برخی میگه امام میفرمایه، میگن اگر ما 100 بار کشته بشیم باز زنده بشیم از شما جدا نمیشیم. خب یعنی این از کودک امام در اینجا میدونه با کی داره میجنگه. وقتی هم که میاد میدونه نبرد، با مردم اتمام و حجت کنه. منو میشناسین، من فرزند علیم، فرزند فاطمه ام، نواده پیغمبرم. دعوتشون میکنه به حق، دست بردارین، حکومت اینطوره. یعنی اتمام و حجت میکنه. یکی از روش‌های انبیا و ائمه و حتی علمای ما هم، خود امام هم در برخورد با محمد رضا اول نصیحت کرد، شاید به حق بیاد، حداقل در قیامت نگه من نمیدونستم. حجت رو تموم میکنه. امام تو چندین خطبه‌ای که در روز عاشورا برای مردم میخونه همه حقایق رو مطرح میکنه. هیچ کس، حتی عرض کنم که برخی فرماندهان یزید دستور میدن هیاهو کنید صدای امام به مردم نرسه، علی‌رغم این صدا به همه میرسه. رجزهایی که یاران امام میخونن خیلی مهمه. این رجزها هر کدوم 2 بیت 3 بیت 4 بیت میگن ما کی هستیم، برای چی میجنگیم، هدفمون از این جنگ چیه، برای چی اومدیم تو میدون. این اون آگاهانه حرکت کردن خود امام که عادیه، تک تک یاران. این داشتم به همین فکر می‌کردم که این کاروانی که همراه امام حسین علیه السلام بودن
از به تعبیر شما کوچکترینشون تا بزرگترینشون، زن و مرد، دختر و پسر، سلام الله علیهم اجمعین، همه در اوج معنویت، معرفت، بصیرت و عبودیت بودن که تونستن توی اون شرایط امام زمانشون رو تنها نگذارن و بعدش هم به شهادت برسن. باز ادامه این ماجرا و تبیین این موضوعات قشنگ رو از شما بیشتر خواهیم شنید بعد از اینکه زلف دلی گره زدیم با آستان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام با اجازهشون. خیلی ممنونم از همراهیتون. شنیدیم یک طرف ماجرا همه در اوج نورانیت، اوج معنویت، اوج عبودیت، یه طرف ماجرام در واقع اوج تاریکی و ذلت و گمراهی و اینها. در حقیقت عاشورا یا قیام امام حسین تجلی تمامیت رسالت انبیا و حرکت پیامبرانه. همه تاریخ در اینجا تجلی پیدا کرده و تمامی درس‌ها برای فراگیری در همین صحنه عاشورا داریم و این حرکت در تاریخ ماندگار شد. انقلاب ما هم ملهم از نهضت کربلا، روشمون هم همون روش کربلا بود. شما در صحبت‌های حضرت امام مکرر می‌بینید که به این اشاره، شهید مطهری عرض کنم بزرگان ما هم به همین اشاره می‌کردن. یکی شناخت اون مبانی قیام و شخصیت شناسی یاران امام و درسی که از این میشه گرفت. باز در جامعه ما حب اهل بیت الحمدلله در اوجه، الحمدلله توجه به امام حسین اهل بیت در اوجه، به اصطلاح به عنوان عشق، علاقه، اصلا زندگی. اما اون مبانی معرفتیش اون گونه که شایسته یک شیعه است ما هنوز پیدا نکردیم. یعنی به لحاظ محبتی همین که ما دست و پا میزنیم برسونیم خودمون رو توی سرمایه بزرگیه، توی این جاده نجف تا کربلا را پیمای اربعین، این خیلی ظرفیت و سرمایه بزرگیه. یعنی در حقیقت این مجموعه چند میلیونی که از نجف کجاست؟ حضرت امیر نهج البلاغه. احسن، ما از همونجا شروع کردیم برنامه. درست. بعد کربلا کجاست؟ اوج قیامه. این در برابر چی؟ در برابر افراد جاهل آگاهی بخشی، در مورد افراد فرصت طلب منافق که دست به بیت المال میزنن، قطع کردن دست فرصت طلب ها، در برابر ظالمین و دشمنان حربی قیام کردن و ایستادن. خب این درسیه که کربلا داده و این دائمیه. به تعبیر علامه محمد اقبال لاهوری چند شعر جالب داره، میگه امام حسین قطع استبداد تا ابد کرد. ریشه استبداد رو چی کرد؟ به جامعه معیار داد با استبداد چگونه برخورد کنه. کسی که نوه پیغمبره، مادرش حضرت فاطمه، پدرش عرض کنم که حضرت امیره، خودش هم جزو سید الشباب اهل جنت، دو برادر. خب در اینجا یه تعبیری شهید مطهری داره، میگه رنگ خون ثابت ترین رنگ ها در تاریخ. رنگ خون از نظر تاریخی ثابت ترین رنگ هاست و در تاریخ و در مسائل تاریخی آن رنگی که هرگز محو نمی شود. رنگ قرمز رنگ خون است و حسین ابن علی علیه السلام تعمدی داشت که تاریخ خودش را با این رنگ ثابت نماید، پیام خود را با خون خیش نوشت. یعنی در این قیام گاهی جنگ از نظر بعضی ها خیلی مثلا سخت و خیلی جذاب نیست،
ولی وقتی که به شهادت میرسه تجلی زیباییه. حضرت زینب چی میگه در مورد ما رأیت الا جمیل؟ جز زیبایی من چیزی ندیدم. اون زیبایی چیه؟ حضرت قاسم، حضرت علی اکبر، مسلم بن اوسجه است، حری که قبلا مانع از حرکت امامه، در آخرین لحظه میاد توبه میکنه. یعنی راه بازگشت برای کسی مثل اون. یعنی آیت الله جوادی آملی میفرمود در قیامت حر به یادش نمیاد که مانع امام حسین شده. داریم در روز عاشورا 2 برادر تو لشکر یزید بودن. امام وقتی که میاد خطبه میکنه آیا کسی هست از حریم پیغمبر دفاع کنه؟ این برادر اون برادر رو نگاه کنه، هر دو میان تو چقدر مثلا فرض کنین فاصله شاید چند دقیقه ای. باز در همین روز داریم یکی از یاران امام حسین در اوج جنگ میاد میگه یا ابن رسول الله من میخوام برم. در اوج جنگ درگیری. امام فرمود کجا؟ برم به زندگیم برسم. امام فرمود تو این وضعیت؟ گفت آره. گفت که چجوری میخوای بری؟ گفت از اون نیزار یه راهی هست از اونجا میرم. گفت با چه وسیله‌ای میخوای بری؟ تعقیبت کنم. گفت اسبم گذاشتم اونجا. میره از اونجا رد میشه. یعنی تجلی امتحان و آزمایش الهی. یعنی هر قسمتشو. یکی از ویژگی های عرض کنم که ادبیات آیینی ما اشعاری که در مورد کربلا داریم، به قدری تو این اشعار تجلی انسانیت، معنویت، عرفان، سیر و سلوک معنوی، از این طرف شهامت، شجاعت، عرض کنم سجایای اخلاقی متجلیه. در اینجا پیام چیه؟ خب اینو ما یه بخش در قیام امام حسین باید بررسی کنیم. همون که یه مقدارشو اشاره کردیم که امام برای مبارزه با بدعت و تحقق سنت و اصلاح امت جدش حرکت میکنه. درست. لذا این قیام رو باید مطرح کرد. یه تعبیری عرض کنم هست، امام حسین یک شخصیت حماسی است. حماسه انسانیت، حماسه بشریت، نه حماسه قومیت. یعنی مرز انسانیته. لذا حرکت امام حسین یک مکتبه. بله. یک جریان مستمر حرکت الهی تا پایان جهان. بله. منحصر به هیچ دورانی نیست. ما از همون صدر اسلام بعد از شهادت امام حسین سال 60 نهضت هایی که در جهان اسلام داریم ملهم از مکتب امام حسینه. نهضت های سربداران تا انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی حضرت آیت الله جوادی آملی در کتاب امام خمینی بنیان مرصوص تحلیل بسیار مستند و جالبی داره که ابعاد این انقلاب اسلامی که امام خمینی حرکت کرده منطبق با مبانی عرض کنم که قرآن و اسلام و نهضت الحمدلله. اصلا محصول کربلا قیام امام حسین و عاشورا این انقلاب دیگه. خیلی استفاده کردیم استاد تبریزی. ببخشید وقت تمام شد. انشالله ادامه فرمایشات شما رو توی هفته آینده به شرط حیات و توفیق میشنویم. اجرتون با از تبا عبدالله زنده باشید. موفق. فرمودند به نظرم حماسه امام حسین علیه السلام مثل یک چشمه جوشان و رود خروشان همچنان بعد از نزدیک به 1400 سال جاریه و تشنه‌های حقیقت و معرفت و انسانیت دارن ازش ارتزاق میکنن و رفت